گوگل باز هم تاریخ سازی کرد. تراشه کوانتومی جدید گوگل در کمتر از 5 دقیقه محاسباتی را انجام داده که پیشرفته ترین ابرکامپیوتر کلاسیک برای انجام اون به 10 سپتیلیون سال زمان نیاز داره. زمانی که بسیار بسیار فراتر از عمر جهان ماست. این دستاورد بزرگ شگفتی متخصصان رو برانگیخته و مورد تحسین افرادی همچون ایلان ماسک هم قرار گرفته. ویلو تراشه کوانتومی که گوگل به تازگی از اون رونمایی کرده، تونسته با استفاده از 105 کیوبیت چالشی بزرگ رو که در طول 30 سال در حوزه محاسبات کوانتومی حل نشده بود رو حل کنه. کیوبیت معادل بیت در کامپیوترهای کلاسیکه. در حالی که یک بیت کلاسیک در هر لحظه باید یا در حالت 0 باشه یا در حالت 1، اما یک کیوبیت میتونه علاوه بر حالت 0 یا 1 همزمان در برهم‌نهی از 0 و 1 نیز قرار بگیره. چنین ویژگی در کامپیوترهای کوانتومی اجازه میده تا محاسبات خاص با سرعت حیرت انگیزی انجام بشه. این قبیل دستاوردها در حالی دارن اتفاق میافتند که کامپیوترها و تراشه‌های کوانتومی تازه در ابتدای مسیر توسعه هستند. بدون شک با پیشرفت روزافزون اونها شاهد حل بسیاری از مسائل جهان در آینده نزدیک خواهیم بود. منتظر خبرهای بعدی کامپیوترهای کوانتومی از همینجا باشید.